سلام، من شقایقا به عنوان کسی که 5 سال دارم تنها زندگی میکنم اومدم یه سری چیزا رو راجع به تنها زندگی کرده و مستقل بودم بهتون بگم. همه چیزا رو تو این نوشتم تا یادم نره. اولین چیزی که باید بهش توجه کنین اینه که محله به خونه اولویت داره. یعنی چی؟ فرض بگیم که میخواین شما یه خونه اجاره کنید و با اون هزینه که دارین میتونید توی محله بدنام یه خونه خیلی خوشگل اجاره کنید یا رهن کنید. ولی با اون هزینه که دارین نمیتونید توی محله معمولی، محله خوب یا خیلی خوب یا حالا مرفه نشین یا هر چیزی یه خونه بزرگ اجاره کنید. نهایتا میتونید یه خونه 40 متری یا 60 متری اجاره کنید. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ اگر از من بپرسید یه خونه 60 متری توی محله خوب خیلی با ارزش‌تر از یه خونه 200 متری توی محله بدنامه، مخصوصا اگه یه خانم تنها باشه و بخواید توی خونه تنها زندگی کنید. البته درسته که ما میتونیم اون خونه بزرگ کلی راجبش پوز بدیم، مخصوصا روستای جدیدی که تو شهر جدیدمون پیدا کردیم. اما باید به این موضوع توجه کنیم که شما تو محله‌ای که مرفه نشینه یا محله معمولیه و مناسب هستش و امنیت داره، هزینه اون امنیتتون رو پرداخت می‌کنید. بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم، امنیت مهمترین چیزیه که باید بهش دست پیدا کنیم. این از محله، اینو بگیریم بذاریم یه گوشه. میخوایم جزئی تر بشیم، راجع به خونه میخوایم صحبت کنیم. تا جایی که ممکنه خونه همکف یا طبقه اول رو اجاره نکنیم، به خاطر اینکه اگه قرار باشه دزدی باشه یا هر اتفاق بد دیگه بخواد بیفته، اول از شما شروع میشه. پس سعی کنید خونه همکف یا طبقه اول اجاره نکنید. اگه اجاره هم کردین حتما باید به این موضوع توجه کنید که پنجره‌هاش دزدگیری یا میله داشته باشن، بالکنش دزدگیری یا میله داشته باشه، درش هم همینطور، چشمی در حتما تو هر آپارتمانی، تو هر طبقه، هر خونه اجاره کردین باید به این موضوع توجه کنید حتما چشمی در داشته باشه و آیکون تصویری و این خیلی مهم، خیلی زیاد مهم. در واقع به هیچ کدوم از همسایه‌ها نگین که یه خانم تنها هستین. اصلا هیچ کس نباید این موضوع رو بفهمه، مخصوصا اگه قرار باشه کسی به شما آسیب بزنه. کسایی که داخل اون آپارتمان زندگی می‌کنن خیلی راحت‌تر میتونن این کار رو انجام بدن تا افرادی که تازه از بیرون اون آپارتمان میخوان وارد آپارتمان بشن برای آسیب زدن به آدما. پس بهتره که به آدمایی که تو آپارتمان زندگی میکنن نگین که دارین تنها زندگی میکنین و اصلا با هیچ کس صحبت خاصی نکنید. حداکثر کاری که میتونین انجام بدید اینه که با یکی از همسایه‌ها که معتمد هست، حالا مدیر ساختمونه، حالا اونم یه خانم تنها یا آقای تنهایی هستش مثل شما، حالا خانم هستین یا آقا، یه معاشرت خیلی کوچیک و سطحی داشته باشین که اگه اتفاقی براتون افتاد و هیچ کس نداشتین که صحبت کنین راجبش. ببخشید من صدام اینطوریه به خاطر اینکه من مریض شدم، ولی این موضوع انقدر مهم بود که من بخوام بدون معطلی تو همین وضعیت بخوام این موضوع رو بهتون بگم. جمله بعدی یه ذره عجیب بود. داشتم میگفتم با یه خانواده خیلی آروم در حد معاشرت سطحی دوست بشین که اگه اتفاقی براتون افتاد و دسترسی به هیچ کس نداشتین، حتما به اونا بگیم. اونا اولین کسایی هستن که میتونن بهتون کمک کنن. قدیما میگفتن اگه خانم تنها دارین زندگی میکنی یه جفت کفش مردونه بذارین بیرون خونه‌تون تا بفهمن یه مرد داره توی خونه زندگی میکنه تا امنیت بیشتری داشته باشی. ولی من میگم این کارم انجام ندید. هر چیزی که باعث میشه همسایه‌هاتون یه چیزی از شما متوجه بشن رو انجام ندید. اصلا کفشاتون رو بیرون خونه نذارید تا حد امکان. جا کفشی، کفش، لباس، حتی لباسایی که آویزون میکنید، هیچی رو نشون همسایه‌هاتون ندید. تا حد ممکن کفشاتون رو داخل خونه بذارید. نیازی نیستش که هیچی جلوی در خونه‌تون باشه. ویدیو بیشتر میخوام راجع به خونه اجاره کردن بهتون بگم تا اونجایی که میدونید، اما اگه میخواین راجع به خوابگاه هم بدونید که چه چیزایی مهمه برای بردن به خوابگاه، حتما بهم بگید تا ویدیو اونم براتون آماده کنم. چند تا چیز خیلی مهم هستش که باید همراهتون باشه. اغلب اونایی که میخوان تنها زندگی کنن، حالا چه خوابگاه باشه چه خونه باشه، تلاش میکنن وسایل شخصیشون رو با خودشون ببرن، وسایل نمیدونم مبل، یخچال و این چیزا رو با خودشون ببرن. ولی یه سری چیزای مهم دیگه هم هست که باید تو هر خونه‌ای وجود داشته باشه، چون میتونه خیلی بهتون کمک کنه. حتی اگه فنی هم نیستین سعی کنید انبردست
4 سو، 2 سو، متر، چسب برق، چسب تفلون و خلاصه از اینجور چیزا همراهتون داشته باشید. قبل از خارج شدن از خونه پدر مادرتون حتما یاد بگیرید که چجوری باید لامپ خونتون رو عوض کنید، چجوری باید شلنگ دستشویی رو عوض کنید، چجوری باید اون سر علمی حموم رو باز کنید. خلاصه این کارهای خیلی جزئی رو که هر کسی میتونه خودش انجام بده رو یاد بگیرین. مجبور نشین وقتی وارد خونه جدیدتون شدید و دارین تنها زندگی میکنید برای انجام دادن این کارهای خیلی جزئی یه شخصی رو وارد خونتون بکنید، حالا چه تعمیرکار باشه چه یکی از دوستاتون باشه. این باعث میشه کسی وارد حریم شخصی شما نشه. حالا ما نمیدونیم که تو ذهن آدم‌ها چی میگذره، پس باید هر کاری رو برای امنیت خودمون بکنیم و تا جایی که میتونیم کارامون خودمون رو انجام بدیم و تا وقتی که مجبور نشدیم شخص غریبی رو وارد خونه نکنیم. این جعبه کمک‌های اولیه باید حتما توی خونتون باشه. اصلا راجع به چیزای گرونی صحبت نمی‌کنم، در حد چسب زخم، بانداژ، الکل ضد عفونی کننده، قرصایی که در دسترس همه هستن مثل آموکسیسیلین، استامینوفن و خلاصه از اینجور قرصا باید توی خونتون باشه. حس می‌کنید که دارین مریض میشین، اگه حس می‌کنید که حالتون بده، اگه حس می‌کنید که ضعف دارین، حتما در اولین فرصت به دکتر مراجعه کنید. نگین که اوکی من میخوابم، استراحت میکنم، حالم بهتر میشه. وقتی که شما دارین تنها زندگی میکنید این موارد خیلی خطرناک میتونن بشن، به خاطر اینکه اگه ضعف داشته باشین، اگه مریض شده باشین، آنفولانزا گرفته باشین، ممکنه حالتون توی خونه بد بشه و قش کنین. شما دارین تنها زندگی میکنین، کی میخواد متوجه بشه که شما قش کردین؟ اگه بخوام رو باشم، دلیل اینکه امنیت خیلی مهمه اینه که اگه ما توی خونمون به هر دلیل اتفاق بدی برامون افتاد یا حتی اگه هیچ کس نمیفهمه، میدونم خیلی دارم جنایش میکنم ولی مطمئن باشید همینقدر جنایی هست. تو اون چیزای فنی که گفتم یادتونه؟ یادم اینو بهتون بگم که حتما یه میخ، یه سنگ یا یه چیزی که مثل قند شکر، یه چیزی که بخوایم بزنیم روی میخ، اون چی بود که میزدن روی میخ؟ چکش. حتما یه میخ و چکش هم با خودتون ببرید. برای زندگی کردن تو هر خونه‌ای باید قبلش یه سری تغییرات تو اون خونه ایجاد بشه، مثل عوض کردن قفل در، چون ما نمیدونیم که کلید اون قفل دست چند نفره. اصلا مهم نیستش که اون آپارتمان کلید خورده باشه کلید نخورده باشه، یا به اصطلاح قبلا مستاجر داشته باشه یا نداشته باشه و شما اولین نفر باشین. حتی اگه کلید نخورده هم این موضوع مهمه که شما حتما قفل در رو عوض کنید، چون قفل اون کلید میتونه دست افرادی مثل مشاور املاک، مدیر ساختمون و صاحب خونه باشه و اگه کلید خورده باشه و قبلا مستاجر باشه خیلی بدتر میشه، چون اون کلید میتونه دست مستاجر قبلی هم هنوز مونده باشه و این آدم میتونن وقتی شما خونه نیستی یا بدتر وقتی خونه هستین وارد خونتون بشن. پس قفل در رو عوض کن. کل خونه باید حشره کش زده بشه، کل خونه باید ضد عفونی بشه، دستشویی باید ضد عفونی بشه، حموم باید ضد عفونی بشه. همون اول ورود به خونه باید شلنگ دستشویی عوض بشه. ممکنه که از همون شلنگ دستشویی یه سری بیماری ها رو بگیریم. خب این موارد تموم شده. من تا جایی که میدونستم بهتون گفتم. اگه سوالی هر چیزی داشتین برام بنویسین که اگه پارت 2 داشته باشید توی پارت 2 حتما براتون توضیح میدم و جواب سوالاتون رو میدم. من تو کانالم کلی ایده و ترفند بهتون یاد میدم، پس حتما شورت ویدیوها رو هم ببینید، این ویدیو رو هم لایک کنید، سابسکرایب کنید، این زنگوله خوشگلم بزنید برام. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. مواظب خودتون و امنیت خودتون باشین.